روزتون بخیر باشید دوستان عزیز. امیدوارم که همتون صحت سلامت هستید. ما هم شکرانه خدا سازیم خوبیم. حاضر باشه اینمی چیرا میسنجیم. ایرا ما یک بار سنجیده بودم. شروع با یک بار دیگه همراه شما میسنجیم. گوشت مرغ دارم اینجا برای کتلت گرفتم. حاضر ای میگذرونم. حاضرش تا گوشت گاو ندارم. فقط همین رو میسنجیم. بعد پیاز و پیراش که میکنیم یه جای دوستان عزیز. پیاز بعد کپوست ما کپوست کتی پیراشکی کردیم برای ما ولی میسنجیم. همش کو چخیل میده میکنه. این اساسا برای گوشت ریزه کنیم نه برای اوشیای. بعد بسیار ترگی آدم ما وقتی میره خریدم در کامنتاری نوشتن که ای شروع کار نمیکنه ای خیلی کار نمیکنه. ما همونجا سرازو سنجیده بودم. من وقتی که آورده بودم سرازو سنجیدم. گوشت مرغ در پیشم بود در و گذروندم. هم شروع کردگی بود. حاضر با این اختون میبینید و شاهد میشوید که خیلی کار میکنه. اینم خیلی دوستان عزیز یک شوشتم شه. یک شوشتم شه. بعد حاضر محکم میکنیم. خیلی میاندازیم. بعد محکم میکنیم. این روچنوی الکتریکی نیست. بسیار آدما گرفتگان میدونن. بسیارش خیلی نگرفتگان نمیدونن. داختیم اینه. اینم نگاه همه بوده که ما چی کار دارید بگو همه یقیدیم. اینم خیلی بده هستم. خیلی کدام میگیری این خودش مایده میکنه. از مایده میکنم نشون میتیم. فقط با همین دیگه یگان چی ندارم. نه قیه نیست. پروسته در دست تلفن نیودابنه. اینه دوستان عزیز ما مایده کدام. ایسو خوش رو همشه خوش رو مایده کد. رنگی آرد بارین کده اینه. این رازی یه دو بار دیگه میکنم. خوش رو چخیلی که گفتم برای کتلت های. اینه میخیل. حاضر پیاز هم مایده میکنیم. بعدن کپوستم. عزیز میگذاریم با قسمی پیاز. اینه ما یک پیاز قطعی دو چسنو مایده کردم. به نهایت خوب مایده کرد. بازی یوره همش یک بار میاندازم نشان میتیم. انم خیلی 4 بلاکی کردم داختم. انکو تا میتیم شد دوستان عزیز. اینه میخیل دوستان عزیز به نهایت خوب ده. چشمات نمیسوزه. خوش رو پیازت مایده میشه و برای منطقی بهترینه. بگیرید پشیمان نمیشوید. هسته نالیچی مرحمت نامی روی بالای اکران بوده بنویسید. تاجیکستان روسیه همه جا هسته نالیچی روان میکنیم تو نه. نگفته نمونه تازه کپوست هم میاندازم. من پیراشکی با کپوست میکنم. گفتم کپوست هم میاندازم. من خیلی مایده میکنم. بعد جارید میکنم کپوست. انا میخیل دوستان عزیز پیراشکی ما تیار شد. پیراشکی همون کپوست اینو خیلی مایده کرده بودیم. خیلی گوهتش گودکو کتی بودم. گوهتش گودکو پیچونده بودن. اینم خیلی پختیم. کتلتمون باشه اینمی خیلی سرخ خوشرو آمده. بم مزه گودکو ده هم ایش هم اوشما قولشید خوردیم. با ما اشتیای طعام کسی خورده است اشتیای طعام حتما که بیایید با ما کار کنید. به نهایت کاری قولای.